سلام و خیلی خوش اومدین به این ویدیو با من. امروز اومدم پارک ژان دقاپو توی مونترال که یه جای خیلی باحال و معروفه. یک گوی خیلی بزرگ این توه. کلی فستیوالا و برنامه‌های تابستونی برگزار میشه، ولی ما امروز اومدیم که بهارش رو ببینیم. این گوی فلزی بزرگی که تو این جزیره است تو سال 1967 ساخته شده و واسه نمایشگاه جهانی اکسپو بوده. دسترسی به این جزیره خیلی راحته. کافیه که از طریق مترو خودتون رو به ایستگاه ژان دقاپو برسونید و وسط این جزیره در میایید. من روی قسمت‌های زیادی از این ویدیو صحبتی نمی‌کنم و دلیلم اینه که میخوام صدای خود محیط رو بیشتر روی تصویر بشنوید. اومدیم چند تا پله پایین‌تر. اینجا یه مسیره که پر از درخته. فعلا این درختاش سبز نشدن ولی به زودی این مسیر خیلی زیبا میشه. آره خدای صفره. با بیکسی بریم اول پارت. آره. واقعا این خطرناکه. خیلی بزرگی. علف میخوره؟ مثل این ندید فی اطفال کن مامان هستن گل‌های. چون اینجا با اینکه ماه فروردین تموم شده و تازه بهار شده، خب حق داشتیم عقده‌ای باشیم. ما لای این درختا این لونه رو دیدیم. خیلی این فضایی که میبینین هیچی نیست، یعنی برهوته. تو تابستون پر از آدم میشه به خاطر فستیوال‌های موسیقی. اینجا هم یه سرویس بهداشتی عمومیشه که فوق‌العاده تمیز بود. ما وارد ایستگاه مترو شدیم که بریم به یه قسمت دیگه از شهر. یکی دقیقه دیگه میاد. یاد روی اولپور خسته نمیشیم. دو خیلی
ما اومدیم یه سمت دیگه شهر، گفتیم پیاده بریم به سمت چاینا تاون. سلام چه خبر آقا؟ در نهایت رسیدیم به پلاس زرق، یه قسمتی از شهر که همیشه شلوغه، مردم در حال پیاده روی هستن یا فستیوال های متنوعی برگزار میشه توی فصول مختلف. ما هم از این مسیر اومدیم که سوار مترو شیم و برگردیم خونه. مرسی که تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیوهای بعد، فعلا.